امروز قراره با هم دیگه این چیزکیک سن سباستین رو برش بزنیم و قراره چند تا نکته در مورد این چیزکیک به شما بگم. اولین نکته‌ای که در مورد این چیزکیک میتونم به شما بگم اینه که حتما تمام مواد اولیش دمای محیط باشه. حتی شده یک روز کامل توی دمای محیط قرارش بدیم. و دومین نکته‌ای که میخوام به شما بگم اینه که زمانی که مایه چیزکیکتون آماده میشه حتما از صافی ردش کنید. و سومین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که زمانی که داریم برش چیزکیک رو انجام میدین حتما چاقوتون رو گرم کنین و بعد چاقوتون رو خشک کنین و بعد این چیزکیک رو میتونین برش تمیزی داشته باشین. و یه نکته دیگه‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که حتما چند ساعت چیزکیکتون رو توی یخچال استراحت بدین، چون این چیزکیک باید سرد سرو بشه. شما چیزکیک رو ببینین که چقدر خوشمزه است. اگه این مدل ویدیو رو دوست دارین به هم بگین تا بیشتر از این ویدیو براتون بگیرم.